فریب دشمنان ملت ایران رو نخورید، نه دولت ایران، ملت ایران رو. اونها میخوان ما رو به زانو در بیارن. من نباید این جملات رو بگم، ولی من گفتم ملت رو میخوام در جریان حقایق بذارم که درک بکنم. من مجبور شدم از یک کشور نفتخیز بفرستم از کشورهای دیگه نفت بخرم و بیارن، برای اینکه واقعا نفت سفید مورد احتیاج اون افرادی است که کم درآمد هستن، غذاشو بون میخواد بپزه. من به عنوان نخست وزیر، به عنوان یه فرد ایرانی خجالت میکشم که زیر پای من این همه نفت باشه، من برم از خارج نفت بخرم. این کارگرایی که تحت تاثیر قرار گرفتن، اگر مسلمونن برن از تمام مراجع دینی بپرسن ازشون که آیا این عملی که ما میکنیم جنایت و حرام هست یا نه. چه مراجع دینی که در کشور هست و چه مراجع دینی که در سایر کشورهای مسلمان. در هیچ دینی که ما نمیخوایم یک کسی بیاد، یه جمعیتی بیاد این مردم رو اینقدر بخواد زجر و آزار بده، اجازه بهشون نمیدن. به خصوص در دین مبین اسلام که ما همه افتخار میکنیم که مسلمان هستیم. بنابراین تدبیر دوم من این بود، برای اینکه طبقه کم درآمد در این فصل زمستان ناراحت نشن، نفت از خارج بخرن و باز هم استدعا بکنن، واقعا به نام 36 میلیون جمعیت استدعای عاجزانه از کارمندان و کارگران صنعت نفت بکنن که فریب دشمنان ملت ایران رو نخورید، نه دولت ایران، ملت ایران رو. اونها میخوان ما رو به زانو در بیارن. نمیدونه چه ضرری به این اعتصابات به این مملکت وارد آورده و به فرد ملت ایران. عظمتش بعداً معلوم میشه، ولی با این اعتصابات اگر خدایی نکرده که قد دارن بعد از امشب ادامه نخواهد پیدا کرد، چون به عظمتش پی بردن، به جنایتی که میشه به فرد ملت ایران پی بردن. شما 6 ماه بعد ببینید که یک ملت فقیر بیچاره، اون وقت موضوع اوپک رو از من سوال میکنید. من در اوپک چی بگم؟